سیوم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از انجام سفر کاری در جمهوری مردمی چین که از 31 آگوست تا 3 سپتامبر در شهرهای تیانجین و پکین جریان داشت به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی پکین مهمان عالی قدر پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان را نمایندگان والامقام چین صمیمانه گسیل نمودند. یادآور می‌شویم که ضمن این سفر رهبر دولت محترم امامعلی رحمان در نشست‌های سطح عالی سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری شانگهای پلوس اشتراک و سخنرانی کرده در حاشیه آن با رهبران یک قطار دولت‌ها ملاقات و صحبت‌های پرثمر انجام دادند. در شهر پکین سرور دولت محترم امامعلی رحمان در چاره‌بینی تنتنوی بخشیده به 80 سالگی پیروزی مردم چین بر میلیتاریسم ژاپن و انجام جنگ دوم جهانی ضد فاشیستی اشتراک نمودند.